یا نعمتی است که ایره به مال دنیا خریدن میشه. در صحیحین اومده است روایت حضرت عبدالله بن مسعود میگه از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردم که یا رسول الله ای العمل فی الاسلام خیر، کدام عمل در اسلام از همه بهتر و خوبتر است؟ حضرت فرمود الصلاة علی وقتها، نمازی که در وقتش خونده می شود، نمازی که قضا نمیکنی به ریا میخونی، بهترین نعمت همین نمازی است که در وقتش خونده می شود. با میگه سوالش کرده ثم ماذا یا رسول الله، بعد نماز کدام عبادت کدام عمل در اسلام از همه بهتر و خوبتر است؟ حضرت گفت ثم بر الوالدین، بعد از نماز نیکی و احسان کردن در حق پدر و مادر. با میگه سوالش کردم که یا رسول الله ثم ماذا، بعد این چی؟ همه هر چی ببینه یک بار و دو بار و سه بار دوره، همون جایزه را وقت میتن جایزه را سه همیشه باقی کیلو میشه و نخرا و برنجی. با کدام عمل است؟ میگه بعد این عمل است عمل بهتر. حضرت گفت ثم الجهاد فی سبیل الله، بعد از آن جهاد در راه خدا. ببینید که حضرت خدمت پدر و مادر از جهاد در راه خدا بالاتر و بالاتر گذاشته است. همچنین در حدیث اومده است میگه حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی که مردم را دعوت کرد به خاطر جهاد در راه خدا، میگه یک جوان نزد حضرت اومد گفت یا رسول الله وقتی که دعوت شما را شنیدم همه کار را پرتافتم، حتی پدر و مادر ما هم تا گریان تر کردم اومدم. وقتی من اومدم گریسته سبدم میگه که نرا. حضرت گفت برگرد، انمی چخیلی که گریان شو کردی هم خیلی بخندان شو. جهادی تو انمی خدمتی همی پدر و مادر کرد. الله اکبر. کنار و بری مادر دلپذیر به هیچ دست پیستان در وجود شیر. همین صفتایی که در حق پدر و مادر اسلام میکنه، قرآن میکنه، در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم اومده است. با خدا قسم نه در یگان کتابی بدیعی اومده است، نه در یگان ژانر شعری اومده است، نه در استو یگان حزب و پارتیا اومده است. اما افسوس و صد افسوس که هنوزم به طریق باید شاید به قدری کافی خدمت پدر و مادر را نمیکنیم. وقتی که ای سر گذشتن بعد افسوس و ندامت بخوریم که اوخی دیگه دیر شد، او ای سر گذشت. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند تو امر میکنه ای بنده مسلمان، خداوندت امر میکنه که عبادت پروردگار را به جا بیار و بعد از آن در حق پدر و مادرت نیکی کن. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. و وقتی خدای تعالی اقبال و داد و پدر و مادر را در سین جوانی دریافته که زنده هم بالای سر میگه که فلا تقل لهما اف، خدای بزرگ خدای نکرده طرف یا پدر یا مادر اوف نگوی. همین بزرگترین اظهار ملالت است. آدم که بفرشید و میگه اوف مقصد بیزارم کردی، اگر چنده به زمان نمیگه همین را دلالت به همین میکنه. از امام حسن بصری روایت میکنن که حضرت گفت که وقتی که خدای نکرده همون پدر یا مادر ضعیف و بیمار یا که قضای حاجت میکنه و تو فرزندش هستی همون را توزه میکنی، بو و تعفنش در دماغت میرسه، مبادا که با اوف و پوف نکنی که رود سیاه گناهکار میشه مستحق آتش جهنم میگردی. ولا تنهرهما، و صدات در پیش پدر و مادر بلند نکنیگه. و قل لهما قولا کریما، و با پدر و مادر میگه همیشه سخن زیبا بگو. اصلا همین تملقکاری، پدخلیمی، چاپلوسی یک امری بسیار مذمومه است در اسلام. خدا را هم نهیش کرده است، پیغمبر هم نهیش کرده است. تو به حدی که حضرت میگه اخسو تراب فی افواه المداحین، در دهن یعنی پدخلیم و چاپلوس خاک بشپه که روشانسی و مردم را ویران میکنن. اما علمای اسلام میگن که در همین دو موضع هر قدر چاپلوسی و پدخلیمی کردی در پیش مخلوقات خدا، پیش پروردگار قبول است، محمود است، خداوند میپسنده و میپذیرش. یکی در نزد پدر و مادر چنده که میدونی تبلغکاری کن، صدقه و بنده شد همین در خاکای پاد صدقه. ای همین گفتن که جان کم میشود از برای خدا، وقتا کشخش میشود. مادر همین جان در کارتا اینا به خدا قسم اینا جان را تسلیمت میکنه. همین قدر روحش تازه میشه وقتی خدای تعالی میگه فرزند تو است. اوکی برای
پدر و مادر ای فرزند عزیزتر، ای فرزند شیرینتر در دنیا چیزی نیست. ما البته فرزندای خودمون ای پدر و مادر بگذاریم بگذاریم، اما ما جویم پدر و مادر در خطو نمونیم. در حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده است، حضرت میگه این الله خلق الرحمت یوم خلقها 100 رحمه. خداوند این رحمت از 100 جزء خلق کرده. فامسك عنده 99 و ارسل فی خلقه كلهم رحمت واحده. از همون 100 رحمت 99 رحمت میگه در نزد خودش گذاشته است برای تمام موجودات دیگر. هر چیزی که در زمین هست، در آسمان هست، همگی میگه همین یک حصه رحمت فرستاده است. محققون میگن که از همون یک حصه رحمت از 10 حصهش در مادرها هست. خواه مادر انسان باشه، خواه مادر حیوان باشه. همین یکی میبینی مرغ با عقاب برای چوجهک خودش افت درفت میکنه. گربه از پیش سگ نمیگریزه، با سگ هجوم میکنه برای همون گربه چش. همش حسابی همون رحمتی هست که خدای تعالی واسه کرده است، مخصوصا در همین قلب مادرها. ولی اگر بسیار نادرست خطا دارید میگیم دعای مادر نمیگیره، با خدا قسم میگم دروغه. او خیلی که دعای مادر میگیره هرگز دعای پدر تاثیر نداره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدن که کدام دعا اسرع است، زودتر قبول میشود؟ حضرت گفت دعای مادر، به خاطر اون که مادر در پرورش تو زحمتی بیشتر کشیده است. او تو را 9 ماه در قلب در شکمش خرهم برداشته است، او تو را سینه رحم داده است، نسبتی تو اینقدر مهربانی کرده است. وقتی همین مادر دلش آزرده شده در حق فرزند دعا کرد، در حال خدای تعالی دعا را قبول میکنه. سعی کنیم که به قلب این مادر برسیم. و خدا قسم انسان هم تا یک فعل داره که همین شیری خوندگی و عجول هستیم. وقتی پدر و مادر رای دست رفت بعد ریگ میخیره که ای باش یک در پیش میشید، یه رفتن در پیشکش پوچه هکوش هم میرمودیدم، خطش صحبت میکردم، تماشاش میکردم. میگه داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادری تو با من جنگ. داد معشوقه به عاشق پیغام که کند مادری تو با من جنگ. هر کجا بیندم از دور کند چهره پرچین و جبین پروژن. با نگاهی غضب‌آلود زند بر دل نازک من تیری خدنگ. یک زنان خونه شوهرش پر میکنه، بیچاره شوهر پیشش میره وقتی بیا بریم زندگی رو دوام بدیم، میگه که نه هم تو وقتی هم بیوه و شیطان هستی نمیره. این دل جگر مخود است که بیوه هر وقت همین دل نازک ما به همون نگاه غضب‌آلودش پاره میکنه. مادری سنگ دل تو زنده است، شه در کان من تو شرم. تو وقتی هم بیوه اوچت هستی این همین شه در کان ما زهر میگردونه. گر تو خواهی به وصالم برسی باید این ساعت به خوف و درنگ روی و سینه تنگش بدری دل برون آری از آن سینه تنگ. میخواهی که به وصال من برسی، میخواهی خونت برم قطعی زندگی کنم، یک شرطه برای کمپی را بکش، سینه شا پورا که دل شا بگی بیو دلی اوچت دیدم بعد تسکین میو قطعی میرم زندگی میکنم. نبوشنه گرم خونین با منش باز داری، اما تا کنده گرم خونین با نزد من میگم بیا. عاشقی به خیردی نافرجام، نه بدان فاسقی به عصمت ننگ. رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد پچنگ. خدا لعنتش کنه این دیست که لباف قپیدم دست داشت. ولی هم برای زناش ایده قطعی مادر جنگ میکنن. من خدا قسم ایمی تجربه میگم، همین جوانای زنگ میزنن که دنبال همین او چند زن به چشم دیدن نداره، انتری جنگ جنگول چیکار کنیم؟ همین رو من حتما سوال میکنم عیبی کدوم میشه؟ عیبی مادر تا یا عیبی زن؟ باور کنه همین 99% میگن عیبی مادر مرد. همین 1% جوان مرد ایده بایشو که میگه عیبی زنه کرد. همین 99% عیبا در سری مادر رو میزنن. رفت و مادر را افکند به خاک، سینه بدرید و دل آورد به چنگ. قصد سرمنزل معشوقه نمود، دل مادر به کفش چنارند. همون دل میگه ای سر سینه کم گرفته، اگه پیش معشوقش میبره روی این درگو، دل در دستش میگه تا تپیده است.
از قضا خوردمی در به زمین سراستیمه بدروش در بور همی حالت هیجان داد میگه در همین نوجه در پیشپایی خورد در زمین غلطید ونده که رنجه شد او رو آرنگ کونی دستش مقصد پوستش خیست اندکه همی دستکش میگه همی اورینجکش میگه مقصد که زخم خورد واندلی گرم که جان داشت هنوز افتاد از کفی آن بی فرهنگ دیلای دستش غلطید از قضا باز چه برخواست نمود از پی برداشتن آن آهنگ دید که از آن دل آغشته به خون آید آهسته برون این آهنگ اگه اومد که دل بردارم که دید که همون دل زمزمه کرده چیز ناله داره گوش کرد که میگه آه دستی پسرم یافت خراش وای پای پسرم خورد بسم پسری لعنتیه که کش دستش سینه‌ش چاک کرده است دلش برآورده است با میگه دلش به هم بچه‌ش سوخته است که دستی بچه‌م خراش شد پای بچه‌م در سنگ زد که مرگ یک طریق فرزند جوان میگه نزد حضرت صلی الله علیه و سلم اومد گفت یا رسول الله ما تقول فی نسائنا ما تقول فی ما حق الوالدین علی ولدهما ای حبیبی خدا همین پدر و مادر در ذمه فرزند شو چی حق دارند حضرت گفت هما جنتک او نارک فرزندی عزیز او پدر و مادر برای تو یا جنتت هستند یا دوزخ این پدر و مادر یعنی کلید جنت هم در خانه آویزان اگر سعی کردی خدمت کردی دعاشو نگرفتی تو با یقین بدون که پروپوس که جنت در دنیا گرفتی میگه اگر به شرطی که مایوس غمگین رفتن آزرده شدن اگر عاق والدین باشی وای به حالت که به خدا قسم عبادت ثقله دیگه به دردت نمیخوره ولی همه عاقب و خیال میکنیم طلاق های تا آشکار در بین مردم نگه خیلی نیست به خدا قسم همین عاق اگر ترجمهش کنیم رنجش دل پدر و مادر میشود پدر یا مادر همین فرزند رنجید اگر همین دماغش سوخت با یقین بدون که تو عاق شده ای پدر و مادر در ذمه ما حقها دارن برادرای عزیز از جمله بعدی وفاتشون هم حقهاشو ساقط نمیشود یکی از همون نعمتایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خداوند برای هر یک بنده میته و بعد مردنش هم همون رحمت قطع نمیشود همین فرزند صالح هست که در حق شده ها میکنن بگم میکنیم که خیلی اکنون مرد و همین خلاص جانم خلاص دیگه اوتا و اوچا گفتم میگردم خودم دیگه اوتا شیرگی بزنم اوچا این خیلی نیست برادرای عزیز حقی همون مرده در ذمه تو اون است که طرز زندگی کنی طرز رفتار کنی که در عالم برزخ از تو دل آزرده نگردن هر عمل ما میکنیم در دنیا حتما در نزد پدر و مادر ما او را عرض میکنن حتما او را آگاه میسازن این اعمال بنی آدم یعرض علی اقربائه من موتاهم عملهای فرزند آدم البته در نزد خویش اقرباش عرض میشود عمل خوب باشه وقت خوش میشود بولیده میشود اما اگر خدای نکرده عمل ناخوب و ناهنجار باشه در عالم برزخ آزرده میگردن حضرت عبدالله ابن ابی رواحه صحابی پیامبر رضی الله تعالی عنه این حضرت یکی ایام لوبومچکوی پیغمبر بود حضرت دوستش می‌داشت شاعری پیغمبر بود و خدای تعالی با براش نصیب گردون ببینه همین صحابه بودن چی فضیلت چی بزرگی است با خدای تعالی که دوستش می‌داشت براش نصیب شهادت داد در حرب مؤتة حضرت شهید شده است جوان وفات کرد که او وقتی وفات کرد پسرچش میگه ولی به بلاغت رسیدگی نداره سالها از بین گذشتن همین فرزند کلان شده است مردی برومنده یه روز یک جای میویه بسیار مونده شدگی نماز خفتن نخونده است خوشش نمیته میگه سرک خوب ما بگیرم اندک سر مامونو ولی بفرشیدم پیش از تهجد میخیزم انشالله اول فرض خفتن هم میخونم با نماز تهجد اون مردای پیش قیام لیل داشتن و نماز تهجد ترک نمیکردن میگه همین سرم امونه که خوش میبره صبح صادق میدم همین بعد دمیدن صبح صادق در خواب پدرشم میبینم پدرم میبینم میگه همین دیگه وقتش خوش میده و السلام علیکم پدر جان که پدر جوابی سلام شده نمیگردونه ناشکری جواب میگه تو فرزند اوکی من ایتی یک کاسه آب دیدگی نیست و تو شرم نمیداری اعلان شد که پسر عبدالله ابن ابی رواحه فرض خدا را ترک کرد
خفتن قضا کرد. این مردم همین کارای نخوبه که ایمون میشوه غیر مشروع، همون پدر و مادر مونا خدا رحمت کنه، به خدا قسم در عالم برزخ حضور نمیکنه. یکی از حقا همین است که همیشه باید عملی نیک داشته باشه و دیگر در حقشو پیوسته دعا کنه، کنه که مرد به همین جانم خلاص. و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خداوند در قرآن میگه همیشه بگو پروردگار و پدر و مادر من رحمت مغفرت کن که آخی من خورد بودم یا کلانم کردم، من هیچ چیزی نمیدونستم، به شرافت همین پدر و مادر خدا را شناختم، پیغمبرش خدا را شناختم، با طاعت و عبادت آشنام کردم. در جامعه یک فرزند سالم تربیت کردم و عطا کردم. همیشه باید در حق پدر و مادر دعا کنیم. مالمیت فی القبر الا کالغریق فی الماء. میت در داخل قبر حکم شخصی را میمونه که در آب غلطیده است، منتظری است که یک از دستش بگیره بکشه از آب، از غرق نجاتش بده. ینتظر دعوه، منتظر دعوت است، منتظر یک کف دعا است. تلحقه من اب او او اخ او صدیق. یک کف دعایی که از پدر است، از مادر است، یگان دوست ای فرزند براش میرسد. فاذا لحقته کانت احب الیه من الدنیا و ما فیها. و وقتی که همین میرسش میگه همین دعا برای همون میت از دنیا و تمام نوش نعمت دنیا بالاتر است. یک مرد خدا، یک شخصی بسیار شریف و بزرگ به دست، یک عالم به دست، هر روز جمعه میرفته است، مادرش زیارت میکرد، سر قبر مادر میرفته است و دعا و درود میکرد است. ایرا پیر سلفی ها ابن قیم جوزیه در کتاب الروحش آورده است. ولی همین ناشکریش شود دعا و قرائت سر قبر همه را معن میکنن، او هم پیروی خشونه نمیشناسن. همیو میگه یک جمعه رفته نمیتونه، چیکار خطی درمان میشه رفته نمیتونه. شب در خواب مادرش میبینه، مادرش میگه بچه جان منتظرت بودم چی من اومدی؟ هم میگه سبحان الله مادر، تو ایامی رفتن من آگاهی؟ تو میدونی که من میام سر قبر تو مقصد دعا و درود میکنم. هی بچه جان میگه همون کپرکه که دیده طرف قبرستان اومدن یک کپرچه دست میگذاری، از همون بالای همون کپرک شاید در یک روز نه کمتر از 1000 شخص بگذره. من صدای قدم های تو را ایمیان همون 1000 شخص ترجیح میتونم جدا بگیرم. صدای پامونی تا حتی میشناسم. من گاه برای سر قبری پدر و مادر دعا و درود کنه، با امید فرزند تربیت کردگی هم نگه که فرقش همین جرام دعا کنه میشه وقت. وقتی که انسان در روز جمعه از همین شام روز پنجشنبه تا دمیدن صبح صادق روز شنبه در همین یک شب دو شب و یک روز می شود. در همین مدت وقتی که به زیارت می روه میگه همون مرده هایی که در نزد منزل ها هستن، اکثری همین روح ارواح در نزد همون منزل ها هستن، میشناسنش، میگن فرزند فلانی به زیارت اومده است، پدر و مادرش از زیارت اومده است. برای تنبلی نکنه برادر، فرد امور امین بری کم تدین و تدان، چه خیلی تو معامله کردی با تو فرزند ها دارم خیلی معامله میکنن. امروز ترخشت نمیتونه میرای تو فرزندش الله فرزندی تو نمیدون دیگه چی میشیده باشه. خیلی مور میگه خدا رحمتش کنه، شاید برای دیگه قبر تا پیدا نکنه. بر آباءکم تبرکم ابناءکم. در حق فرزندو، در حق پدر و مادر نیکی کنه، احسان کنه، خدمت کنه. البته همین احسان و خدمت ای فرزنداتو 10 چندان میگیره. خدا برکتش بده. بگوی داملو را فرزندای مادری مرحومه اینا برای روح پدر و مادر امروز اینا معرکه کردیان و دسترخوان آراسته کردیان و شما را دعوت کردیان. میگن پای مورو چشم مورو نان ملا کس ندید. ناشکریش هم دورای سویتی ده نمی که دیگه پای احمقانه میگفتن اینا مرحمت نان ملا باشو. یک گوسفندی نوزنین همه حجی آورده است. الحمدلله زدیم هم تندر کباب شود هم گوشت بریان شود. گفت در سر این است که آدم چی وظیفه و چی منصب دارد. گفت در سر این است که چقدر دین و دیانت دارد تا کدام درجه همین را میفهمه، همین را برادرای عزیز ترک نکنه، فراموش نکنه. ما خودمون میخریمش، اما وقتی که بر یا همون کار را انجام دادیم انشاءالله پرورده